سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما بینندگان عزیز کانال زیبایی‌های افغانستان. خوشحالم که یک روز دیگری الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشین. دوستا باز هم آمدیم به اورسولی ادرسکن به یک قشلاق به نام کارانگاک. این منطقه بسیار یک جای برابر دیدنی، جای سرسبزی. از شما خواهشمندم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. امروز به خدمت شما هستیم. کانال زیبایی‌های افغانستان. دوستا لایک کنیم، شیر کنیم، سابسکرایب کنیم، ما تنها نگذاریم. خیر ببینیم به هر جا که شما پیشنهاد بدیم ما به خدمت شما هستیم، پس ما تنها نگذاریم. دوستای نازنین، بازم خوش آمدیم. امروز خوشبختانه به اورسولی ادرسکن به زی قشلاق یک شیرینی خوری بزرگ هم هست که در کنار حجی ماما هستیم که اینا خسور آقا داماد امروز هستن. درسته حجی کاکا؟ بله. مونده نباشید. سلامت باشیم. اول شما خوبه؟ شکر زنده مریض خستی کنید؟ نه شکر فضل خدا. خب بازم برای شما حجی کاکا تبریک میگیم این مراسم خوشی شما. کاکا جان گپ بزنین که تشکر رضی لطف شما. سلامت باشین. شما به این مجلس ما اشتراک کردید. قربان شما. بسیار تشکر از شما. حجی کاکا گپ بزنین که از این داماد خود شما چند پول گرفتین؟ ما اگر ببینید شرایط که حال فیلنس میکنیم و مردم چی میکنه، ما حساب هیچی نگرفتم. مثلا بگفتم ببین سلاکم همین مصرفم چاشیه و دشلمه میشه به نظر من، تا که وارث کنه پولمو نونر نمیشه حساب کنم، مگر او هم قرضدار میشه. سلک شما پیشکش گرفتین؟ بله دیگه چیزی ما مثل مردم 10 لک و 12 لک و چند لک نگفتیم. تو مد ما شاید حالا به مجلس ما هم ششته شاید باشه دیگه. ما حساب کو همون مصارفی چاونون رو حساب کردیم، پیش خود گفتیم میمیریم با ما بدم. راست میگیم. اونم که ندم نداشته باشه طول ندادم هم. بدون جایز گفتیم. با جایز ما میگیم سعی کنیم دو تا که خیلی هم جور آمد. ما یک مطل ساده تیر میکنیم، میگیم دو تخت جور آمد اوجد نه جور چی داره. اونا خوش باشن میگم دشت خوشم، ما بجی تدیدی نداریم که به دومات تو چری بجی تعمیری جور نکردی، چری مثالی یک منزلیه چری دو منزلیه. مهم زندگی کردن با همه که دو تا با هم زندگی کنیم. او که جدا همین سلک شما پیشکش گرفتیم از حساب خانه‌داری جایز چیزی هم به می سلک خود دومات خود کمک میکنیم یا نه گفتن بعضا برادران میگم سوزنی هم باشه به ایخان ما وا میکنیم. دیگه تو کاری هستی فرمودی شما بسیار خوبه. ما اول کمک کنه بیم ما خوب رفتم یک دست رختیم مثال گرفتم. اونا کار نداره. خب همین هم کمک دیم سلام اجازه بدیم برادر من. نه ما یک کلمه ما شما بپرسم واسه بیننده ما متوجه شم. بله. شما با سلام علیکم. سلام مندنم باشی. به مثل گریپیه جایز هم میدیم یا خیر؟ دیگه امکاناتی بود میدیم یک چیزی. نه اجکاکا پیارم اصلا ما به امکانات کار نداریم. شما جایز با دومات خود میدیم یا نمیدیم یا بگیم نه؟ خب ما کنه میشه که برون سلک دیگر هم قرض کنم بدم به دومات خود. درست امکاناتی بود به سر چشم میدم که بیشتر هم میدم بود سلکم نبود چی بدم. ما یک مطل بیادبی ما باشه دیگه بازی بره تلویزیون هم پخش میشه میگه بکر 100 من شلی از همون خالی همون که خالی بود برادر 100 من شلی از کجا میشه. خب پس ها بینندای عزیز ما خاطر دیگه گپ نبود که ما خدای اجکاکا بحث کنم. ما با خاطر گفتم اجکاکا گفتم ما اگزار پیشکش نگرفتیم، گفتم بازم خیر ببینم سلک گرفتم، گفتم سعی کنم یک جایز چیزی هم بزینم میدم. پس گپ شما مینه که گردن ما بند یک گریپی جایز نمیدیم. نه ایتونیه. خب من می آقا دامادم اگر صدا کنیم. شاداماد کجایم؟ خب شاداماد. خب پدر آقا داماد کجایم؟ داوود. مال اینجا آقا داماد بیاین دوستان یک چک بکنین خیر دیگه. خب شاداماد مونده نباشین. تبریک باشه برادرم. اول شما خوبه؟ صحتمندیم؟ همه فعلا همین جمعیتی که مستفیدا و طفلا و نوجوانان میبینیم چی احساسی داریم؟
احساس خوشبختی، احساس خوشی. خدا کنه که همیشه میته برای شما شادی باشه و خوش باشین. سلامت خدا باشین میگیم شما. یاد. خب حاجی کاکا خسور شما گفتم که ما سلگ از دومات خو پیشکش گرفتیم انا برای اینا خوشی هم نمیدیم، درسته؟ بله درست. روز اول هم میته تهیه کردیم. بله. خب اگه اندازه یک فرغون به شما جایز بدن رزیم. خب چند وقت میشه نامزددار شدیم؟ 2 ماه میشه. 2 ماه. بعد از 2 ماه دیگه میته میشه دیگه تا شیرینی خوری. خب انال امروز شیرینی خوری به جمع حاجی کاکا میشه. این دست جمعیه چون زنانه به جمع شما نه، مردانه به دوش از اینایه. دست جمعی شراکت گرفتیم مراسمه. بله. خب سلگ جایز چی پیشکش دادیم، چند به سر فاتح دست گذاشتیم؟ 1 لک. اینا که میگم 17,000 گذاشتم. یعنی شما درمی که پولار بگذاشتیم 200 نفری بودم که شاید باشن. نه تنها خود شدم. اشتباهه دیگه برو. شما اجی که کمال نگفتیم 17,000. بله ما 17,000 هم میدیم، 17,000 هم پس میدیم که نداشت باشید. خونه دوماد و دخترم دوماد بچه اولاد دادم دخترم. راست میگیم. فرق نمیکنه از نگاه شهری هر چی که فرق میکنه. یک امرو نفسا ظالم شده بعد انسان دختر فروش اولاد فروش او علایده چیزیه. این به شما خدا رو شاهد میگیرم که چیزی که ما بتونم اونا خیر شد شاید نشه. ما اول به خود معلوم گفتن خوبم نیایی مبالغه میشه. من 8,000 بالی یک حلقه که بجی دادم، 6,000 بالی دست رخت بجی دادم. اینا شما بیایم حساب کنیم این پولا خدمه که من خیلی میگیرم خیلی گرفتم با حساب کنیم که می خرج و مصرف بدیم هیچی ندیم به من. راست میگیم اجی کاکا مصرفال واقعا زیاد. همین امروز اگه شما چند نفر خبری داریم؟ خبری دیگه نمیام چند تا میاد چند تا نمیاد. نه آمادن شما بیایم و نیایم تدارک باید بگیریم. چند نفر خبری داریم؟ 200-300 تا هست. 200-300 نفر به شیرینی خوری ظلم نیه؟ نه. از طرف شما شده یا طرف از اینا؟ نه ظلم نیه. یک پاکت منو 10 روپیه قیمت داروت هم نمیشه که سال به 12 همه مسلمان ها تیم متاسف خوندن بیا آمدن به یک میلی 10 روپیه. بله دیگه همون 10 روپیه. اینا مگرم شما اسرونه میدادیم. خب ببینم اسرونه دادیم کاکا دیگه. اسرونه دیگه. شیریخ همون میاسته که به منطقه شما نی اگه میبودن شیریخ هم میبودن. رودم خوش شده اون نداره که از دو دونه بیارن شیریخ تیار کنه. اگه میده که دونه شیریخ تیار میکنیم بابا جان. شما بخیم مطمئن باشین. اجازه هست ما یک کلمه بگم؟ بگیم آقا. به 10 لک هم کسی دختر زیر میگرفت. راست. او به مقابل پول ما اولاد خورون میفروشت. برقم اینا معلومه. راست مشاهده. راست میگیم دقیقا. تشکر حاجی کاکا، بسیار بسیار تشکر از شما. خداوند شما رو خیر بده، خداوند عزت بده، همیشه سفید بخت باشم هر دو تا شخص ها. بازم دوستا تشکری میکنیم از شما که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم دیگه. من 2 کلمه از پدر آقا داماد پرسون میکنیم باز انشالله دیگه باز حضور شما مرخص میشیم. شما هم تشریف بیاریم برای دیگه خیره باشه. شما قربم به شکل بیگونه وری به اجازه شما دیگه 2 کلمه دیگه هم اجازه بدیم صحبت کنیم. کسی که دختر به قیمتی زیاد میفروشه او آدم فروش به نظر من گفته میشه. چرا اگر دومو دادم بدش همه اولادتون دخترتو به دخترتون مصرف میکنه، اگر نداشت هم غم دخترتو به یخنتونه به گردنتون هم دوماتو. دقیقا دو تا مشکل دوچاره خود انسان هم دختر فروختن چین 2 تا جوانای همینا هم که ما ازدواج کردیم زندگی کردیم اینا هم زندگی خودمه نباید به خاطر پول یک انسان بفروشید. خب دوستای نازنین بشینید شما اجلالا بیایم دوستای نازنین بازم به کنار کاکای آقا داماد محفل امروز هستیم که اینام حتما به سر فاتح دست بودم
حالا از اینا پرسان میکنن که وقتی که رفتیم به حساب خسرونی همی چیزی که دست مرواجه هیچی کاکا برای شما اول چندی گفتم و چند شما چه نزدیم مانده نباشیم برای اول شما خوبه؟ قربان شما سلامت باشید خوش آمدیم به اینجا زنده باشیم تبریک میگیم سلامت از برارزاده شما مراسم اینا سلامت باشید زنده باشید 2 ماه پیش آقا داماد گفتم ما نامزددار شدیم چون شما کاکا کلون نایم 100% به سر مراسم بودیم درسته؟ حاجی ماما اول چند پیشکش گفتم؟ حاجی ماما اول خود 4 لک گفت 4 لک خب شما چند گفتیم؟ ما اول گفتیم 2 لک 2.5 لک گفتیم خب چند ساعت دیر چه نمیزدیم؟ خیلی نبود دیگه زیده 2 لک کشید دیگه دقیقه هم به 3 لک جور آمدیم دیگه بالاخره ایتا چند نفر بودیم؟ 4-5 تا بودیم زیاد نبودیم شما چی گفتین؟ اونا گفتن بر رو ما چندی اونا گفتن بر رو ما چندی بزرگای دیگه یعنی تا رسم بوده دیگه بزرگا ما یعنی تا رسم رواج داریم شما نه این میگم گوش کنیم شما رسم رواج دارین که بگیم به خاطر ما چند کم میکنیم خب دیگه بزرگا میگم دیگه هست دیگه یعنی بگفتم بله دیگه خود کاکا چند گفتن کاکا گفت که حساب میکنه روی دوستای بزرگاش خود شما بگم هر چی که میگم برو شما چند کم کردن برو ما خودی بزرگا بوده برو بزرگا بس دیگه اگر هر کی رو ببین مثال نگو چند کم میگفتم شما برو در رگ میفهم راست میگیم اندازه مبلغ بوده کسی تو برو ما چشته نگه که دروغ میگه گفتم غیرت داریم و مال فوتو کنیم و داریم رو ببریم نه ایت بگو ما خاطر ما همین انات و رسم رواج میگم عمود نره شما بگفتم به شما که به رو ما چند کم میکنی بگفتم ما کم کردیم ما 4 لک گفتیم مثل تمام ما مثلا میگم به رو ما 30 په کم کردم نه 25 روپیه بود روی 30 روپیه هم خیلی گفتم خب چند فیصد امروز خوشحال هستین که 300 نفر مسافر و جوان خیلی خوشحالم دیگه بالاتر جا نداره دیگه دادا زنده باشید سلامت باشید دیگه ان شاء الله بیشتر بالاتر جا نداره محفل خوشی هست دوستی هست وصلت هست همه چیز هست دیگه ان شاء الله هیچ کم و کس نداره ان شاء الله اونا برار چندم شما نه برار سوم من اول منم با دیوم یکی دیگه با سوم شما از اونا کلانتر بله از این دو برا از همه کلانتر یک همشیری دارم از کلانتر بود بعد از خب اجی آقا یاد دارم نه وفات کردم خداوند بیامرزه والده یاد دارم بله خب بسیار خوب خداوند اونا رو ببخشه بسیار تشکر دوستای نازنین انا خود شما به او گوشی دهلیز یا خونه میریم سعی کنیم که مهمونای که آمادم چی گفتین یا دارم همراه ما باشید بیننده‌های عزیز دوستای نازنین بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه در کنار اجی ماماییم که اینا هم خور معرفی میکنم سعی کنیم نسبت چیزی به محفل امروز دارم یا همسایه مانده نباشیم اجی کاکا سعادتمند هستیم قربان شما سلامت باشیم شما اگر نام شریف خور با ما بگین عبدالعلی خب از این منطقه بله خب آقا داماد چه کاری شما نم خسور اینا به شما نزدیکتر هم یا خود شادماد فرق نمیکنه ما همسایه‌ایم که اینجا هستیم خب ایتا نسبتی نداریم نسبت خاصی داشته باشیم خب قوم هستیم همسایه هستیم دیگه نسبت خاصی نداریم بسیار خوب مراسم بیشتر رسم رواج شما که شیرینی خوری داریم همیتا بعد از ظهر پیش از ظهر هم داریم مثلا یعنی به نون و به غذای چاشتی بعضی پیش از ظهر هم داریم کسی که توانه باشه پیش از ظهر غذا میده هر که خود واسه توان خود کار میکنه دیگه هر که اینطوریه که رسم می باشه که حتما غذا نباشه راست میگی بعضی هست که غذا میده بعضی هست تو بیشتر بود تو مجلس میکنم تو پاکت شیرینی میده هر کس میده خب اجی کاکا عروسی ها به مثل قدیم شوروا میدادم یا نه حال پلوه نه پلو حالی قدیم که خوب شوروا بود کاسه شوروا میه و دال میشیشتی خوب حال پلو شده ثواب هم بیشتر داشت ثواب میوتم بود اکثر هم بود قدیم که بود بیشتری کارهای به خیریه نزدیکتر بود دقیقاً راست حال که هست نه ایت خصوصی خبر میکنه بلند بازار پایین بازار بعد چی داره تا حتی نمتونه بیایه
جلو کی بود عموم خبر میکرد که بارسی خبر حال خیلی بچه خم یا خیلی خانواده خم یا خود یا که میامد ولی بیشتر مردم درد داره از اینکه یارسیای میدشون که می حدیثکار مطالعه نداریم یکی خبر میکنه یک نفر خبر میکنه دو تا سه تا بچه خانواده داره مردم به میگم خیلی ناراض شده که من 2 نفر خبر کردم تو 5 تا بچه خودم بیادی بسیار کم آمده مجلسام کم آمده اجی کاکا گپ بزنیم چند سال میشه که به عروسیا یا به ختم قرآن شما دست خود به کاسه شوروا تا نکردیم؟ به شوروا خیلی وقت میشه حدوداً چند میشه؟ یار انشالله 40 سال 40 سال نمیشه دیگه شوروا با پره رو کاکا ورد 40 سال نباشه شوروا همین تقریبا 20 سال میشه که ما به شوروا 20 سال میشه 20 سال میشه که به شوروا ما عروسی خود شما چی بود کاکا؟ عروسی خود ما شوروا بود چند سال پیش؟ تقریبا 27 سال پیش است 27 سال چند ساله ایم شما؟ ما 56 57 هستیم ما 2 عروسی کردیم نام خدا هر دو خانم حیات دارم فامیل هم یا بیگونه؟ نه بیگانه خب بسیار خوب او وقت که 100% شوروا بوده به او وقت شما موترم نبود که گل بزنم شطور گل زدیم یا اسب چیزی یک موتر زیلی بود ما موتر زیل بردیم گل هم نزدیم زیل آمده ارستوماده به تا زیل بار کردم زیل سیدش زیل هم که سیدش دیگه تو نبود که زیل هم سید داره او را اگه گل میگرفتن نه اون گل نگرفتیم اون تو ساده به نظر شما جی کاکا به نظر شما مو عروسی ها قدیم بیترتر نبود بیتر بود اسراف نبود درسته مصرف کمتر بود یک شخص میتونست مثلا به 5 ماه 6 ماه کلا خود بکنه عروسی خود بگیره درسته بسیار تشکر اجی کاکا وقت خود به اختیار ما گذاشتیم سلامت باشیم خیر ببینیم تشکر از شما سلامت باشیم کاکا مونده نباشیم خوبه اینجا شما جا خوبه سلامت هستی خوبه تیار خوشحال سلامت باشی میشه اسم خودم بگیم اسم نور محمد خب از این منطقه از این منطقه ما چرا ته اسم پیچ در پیچی داره قل شما قشلاق شما بچه دیگه می از اون قدیما میته اسم خوبی داره منطقه نمیفهم چیه کارونگه خب چه کار میکنیم همینجا دیگه داریم خب اونا چیه که آورده اونا ترنجمی تو بیا ماما جو بچه بیا تو بیا کرنجومی شرخشت کرنجومی اینا برای چی خوبه؟ اینا دوا تیار میشه به ایران میره اینا ما میخره اینا رالشته میخرین شما؟ اینا سر 10 روپه 11 روپه 12 روپه میخریم همین کاسر ما امام چیز میزی بستونی؟ نه میخریم پول میستونم خب 1 کیلویی که خواه شد؟ دیگه ببینیم 1 کیلوشه نیم کیلوشه هرچی بشه خب حالا اینا سر چند نمیخری؟ اینا دیگه ناپاک سر 10 روپه سر 10 روپه خب باز اینا شما جمع میکنیم؟ اینا ما جمع میکنیم پاک میکنیم با میفروشیم با کیلو چند میفروشیم؟ بگیم من 600 700 میفروشیم با 400 میخریم با 600 میفروشیم حالا همینطور میشه کار کنی اینا کار دیگه اینا ناپاک خب بوی خوشی که داره بوی خوشی داره خب برار جو بله این دیکنک کاگیلی قدیمی به سر خرمن هم سودا میدیم نه خرمن سودا نه همین مردم به قرض میبرد دیگه هر مودی دارم خب فرق نمیکنه دیگه هر مودی بدم که اون خرمن میشه دیگه خرمن میشه یا چیز میشه خب روز چند سودا روز 200 500 400 میشه سودا میشه سودا میشه یا فایده مردم نی فایده دیگه فایده کسی نمیفهمه فایده کنه چند وقت اینجا دکون داره اینجا تقریبا 10 15 سال میشه دکون داره خب همین 10 15 سال معلوم نشد به شما که نه دیگه ما هرچی که پیدا میشه خورده میشه دیگه چی نمونه خب بغاز میره خب پس بفهمین که پیدا شکر فایده هم داره دیگه سودا که میکنی درسته فایده کنی هست خب با کنار از این که دکاندار ملک چیزی هم داری زمین دیموکاری داریم و این کم داریم شاید دامانی ای داشته باشیم و هم 4 5 سال میشه نکشت خب کلا هم زمینی که داره من خود چند جریب میشه 1 جریب میشه 1 جریب بله مالداری هم داری مالداری هم 10 تا قسمت داره بالاخره گزارش زندگی میشه روبرو میشه دیگه بچه‌ام به ایران کار منم روبرو میشه به چه شما به ایران چند پسر به ایرانه 4 تا
4 تا. آه. خب اون لالا سکل پنچیری میگیرن. آه پنچیری خب باشه کنار می برادرم. اینا خود شما هم یا نه؟ نه اونو تو هم خیر بگید لالا مانده نباشین. خوب هستین؟ شکر الحمدلله. آقا شما خوبه؟ زنده باشین. چه کار میکنین برو؟ لالا این موتور پنچر نیزه بوده نیزه درست کردم بعد از برم بازار ادرسگان رو یک کم جمع جور از این بگیرم بعد از بخیر ان شاء الله اگر قسمت باشه رزی باشه با بازار عرضه کنبول فاشیم الله 500 یک علاوه ولی ما بدم ندم. خب این شما بخریدیم مالی می بله بخریدیم حالا با ما جمع میکنیم درست میکنیم بعد از اون دیگه تا چه وقت وقتشه دکون داریم اینجی؟ نه ما بازار دست فرشی داریم. خب اینجا رودا سکل بری کردیم اینا با خود ما از خونه بلند شدیم دیگه خونه اینجا مزار کار بار ما رفتی بازاره. خب این امروز زخره تپر تو حساب کتاب شما داریم اینا را؟ نه دیگه نه از این همسایه گرفتیم دیگه همسایه گرفتیم دیگه باز این موتور پنچرگیری کنیم بخیر بازار میبریم. خب شما سامونا پنچرگیری از اون لالا استونه مفته. بله مفته. بله مفته گرفتیم مثلا. خب شما گوش کشید. اون مسلمان اونجا با امید واقعا دکنه که بیان سکیل پنچری گیرم اینا هوشیارم به کار کنه. میفهمین ببینید دای عزیز سامونا پنچری گیری بستونم از لالا به خاطر همسایه داری سکیل خود پنچری میگیرم کار خود پخته میکنم میرم با بازار. صحیحه؟ بله خب نمیشد که بدین دست اینا پنچری گیرم. این بنده خدا یاد نداره باز که هم پنچری کرده نمیتونه. و اگه یاد ندارم پنچری سامون پنچری آوردم. آره واز این کار ملت این مردم افسانات میکنه کسی هست وسیله داره نداره وسیله پنچرگیری نداره. این مسلمان میاد موتور خود پنچرگیری میکنه با یک کمک میکنه دسترسی میکنه میام مسافرها رو و میام سای اینا. دوستای خوب بازم به کنار برادر هستیم که خود معرفی میکنن سعی کنیم اینا از این منطقه هم چی کاروبار دارم چی کار میکنم. لالا جو مونده نباشیم برای جور باشین جان شما شتا هستیم فضل خدا سعادتمندیم خیریته مریض خسته کنیم الحمدلله سلامت باشیم برادر من. جور باشین اسم شریف خود به ما بگی. رمضان مولا مومین. خب غیره کارانگک جانو. خب چرا کارانگک میگم؟ اینجا دیگه ای تو کاری هست که از وقت همین اسم کارانگک بوده تا حالی هم گذاشته همون نام. خب چه چند نفوس زندگی میکنه اینجا؟ خیلی بتودن 2000 تا کمتر. نام خدا ناقشلاق برابریه. خب شما هست یک 200 300 خونه تا 400 خونه میشه. شکر. خب شما هم کاروبار شما دیگونی و مالداری اینایه از ما دیگه هو مالداری شغل چیزی بلد نیست فعلا نه همین دایچینی و فرض کن مثال درباره همین خونه و ایتجا میتونیم. خب داخل قشلاق خوب برق کنه داریم شما؟ نه نه از این آب خوردن داریم نلکشی شده الحمدلله اینا نه نلکشی کنیه. خب در چی هسته چی مشکلات داریم داخل قشلاق چی مشکلات داریم؟ دیگه مشکلات برقه دیگه چیزی کنی ان شاء الله رحمان. خب مکتب داریم؟ هو مکتب هست فلان شروع شده تازه. خب مصرفیات بیشتر مردم برای چیه دیگونم یا مالداری اینا زیاده؟ مالداری زیاده. مالداری دارم کشاورزی دارم سالم اگه خوب بیای که کشاورزی ها خوب مخشولم باز که اگه فرض کنم سال نباشه بمی مالداری کنم. خب خود شما شخصی چند دونه گوسفند داری؟ خود من ندارم گوسفند. حالی از رو بگم ندارم. راست خود من ندارم. خود من همی کار ساده فرض کنم مثال خزنی و همی کارگری و چند سال هستی؟ من خود من دو کم 28 ساله. متعلم یا خونه دار؟ ما متعلم. خب بله. چند وقت میشه؟ تقریبا 6 سال میشه. 6 سال. چند اجی خسور شما پیشکش گرفتن؟ یک 5 لک بگرفتم از 5 لک. بله. جایزه هم شما بدادن؟ بله. شما مردم یک خوبی داره که جایزه شما دیگه همه غلین دستی و گلیم و مشون چیز. هست اینا هست. چیز خوب واقعیت ما خیلی مراسم ما سر خوردیم. انا که امیت چیزای برابر دادن به دوماد. درسته؟ بله.
خب راضیم الحمدلله راضیم الهی شکر راضیم برادرم، الهی شکر، الهی شکر. داریم نداریم به هر حال تیر میکنیم روز شب روز میگذره زندگی دیگه برو دیگه میتاسته. خوشحال شدیم اگه چاشت خودمون نمیریم خوشحال جان میشیم. شما جور باشه شما نزدیکیم سلامت شما باشین. با ما خیلی یک تشکر. میمونی آمدیم پیش قربان ما شما. سلامت سپاسگزاریم از اینی که تشکر فصل شما. مسال بیامدیم این سلامت جگاه باشین. ما خدا شما باشین. باید خیلی. امرایی بکنیم خیلی بریم به بینیم. خانه خدیم ما خیلی چاش بینیم. اختلاط خیلی بینیم. جا میکنیم خودمان. امشب هم میستکیم قربان شما. چیزی با که عزت خدا باشین. هست. سلامت باشین. تشکر. خب بخیر باشین. سلامت باشین. مونده نباشیم برو. سلامت باشین. اول خوبه؟ قربان سلامت باشین. زنده باشیم. اشتم آدم میمون نواز خوش اخلاقین شما. دیفی مانم. قربان شما دوستا لالا ما رو بدیدم میگم چرا شما به سر پالیز ما نرفتیم میمون باشیم. همین که با ما بگفتیم برای ما هر چیز هست. خدا خیلی خوش تشکر. بودم میرفتیم قرار سر پالاز اینجا خربزه میخوردیم راست اندانه میخوردیم راست میگیم دیگه امروز کم هم میبردیم. راست میگیم کمی مسیر پالیس شما دورتره دیگه باز انا خیلی خیر امرا باشه نبود دیگه خیر باز نصیب باشه با میریم روز دیگه. خب در فعلا خدمت پالیس داریم قربان شما. چند جری پالیس کشتیم؟ تقریبا 4-5 جریب زمینی هست پالاز کشید. خب اویه دیگه پالیس درسته. خب فصاله استفاده میکنم. الهی شکر. اشتنه خربزا این دونا خوب نتیجه خوبی بداده. خوب امسال مزدینی تا بازم خوبه. مصرف آخر میپرن. اینا برو جو به متربست هم میفروشیم یا نه؟ نه فقط به می سرک بم چینگ سرک. هر چی کمی عمر خود شما پالیس داریم هم چینگ سرک. به می چنگ سرک میفروشیم. تالی تو برابر نشده که کلا پالیس یک شخص بیای بخره شما. نمیفروشیم ما. چرا؟ ما تو باز می سر پالازیم همش میتر دوست رفیق میآیه شما بیتر نباشین زنده باشین. خربزه میخوره باز دیگه بفروشین دیگه باز یک دفعه میشه. یک خوبی هم زینا داره یک فایده دیگه هم داره. انال اگه اینا مثال میگم موتر خربزه بفروشم باز اون شخصی که میخره بعد از اینا فایده بخوره. شما چه کار میکنین؟ دو تیر به یک نشون میزنین. درسته؟ شما صاحب پالیزایم خود شما میفروشیم. ما خود ما میفروشیم فقط کنار جاده میفروشیم. مجبوری که یک 20 شما ارزونتر بدیم معنی ما گرانتر میدیم. نه یعنی میگم به دکاندار دیگه. به دکاندار ما نمیفروشیم به دکاندار. خب فقط به مردم میفروشیم. دستنبو هم داریم. دستنبو تو نمونه‌ای پیدا میشه. راست میگی. مالداری چی داریم به منطقه؟ مالداری هم گوسفند داریم در 20 تای. 20 تای داریم. الهی شکر. خب برارم چند سال هستی؟ 45 سال. 45. خب اولادام اینجا؟ اولادام داخل از اینا نه سرپالزم. سرپالزایم. چند پسر داری؟ بیمعنی 3 پسر. خب خود شما همکارم بچه‌های ما نادان یکی دیگه خوردیم این درس میخوانن. خب درس مکتب شما بخونده؟ نه درس نخونده. هیچ. اولادا رو ری میکنی؟ اولادا رو ری میکنم به درس. خب میرم صبح مکتب درس میخونم باز میرم سرپالاز. یاری آفرین. بسیار تشکر از شما لطف کردین برارم خیر ببینیم. بسیار تشکر از شما خیر ببینیم. سلامت باشید. بینندای عزیز خدا کنه که از برنامه امروز ما از عروسولی ادرسکن از این قشلاق لذت برده باشیم. صحبت ها و مشکلات های مردم شنیدیم. خو هست دیگه رسم و رواج کاربار میتونه همیشه بعضا موقع به جای پریشونی هست بعضا با شکر خوبه کاربار اینا. خب دوستای خوب وقت برنامه به پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. دوستا از شما یک خواهشی دارم که چند روز میشه کانال زیبایی افغانستان حمایت نمی کنیم و شما خواهشمندیم بیشتر دنبال کنیم سابسکرایب کنیم. دوستای نازنین بسیار تشکر. اگر به هر جای که شما تماس بگیریم کامنت بدین که بریم به مسیر ما شما به کشورها خارجی ما میریم دیدن از مردم شما از باغا شما از زمینا شما حتما برای شما تصویر برداری میکنین. دوستا به خدمت شما تقدیم میکنیم تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت بشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر. خدا نگهدار.